سلام به همه شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با یک مسابقه نوروزی دیگه و 3 شرکت کننده نام‌آشنا. معرفی میکنم جناب خسرو، اسی پلنگ و خود آقا جون. خیلی خوشحالیم که بار دیگه شما رو در استودیوی مسابقات نوروزی همراه خودمون داریم. والا ما بیشتر از شما خوشحالیم، چون تنها جایی که هم برق داره، هم آب داره، هم گرمه استودیو شماست. ایشالا آخرش هم ما رو برای شام نگه دارین، یه آبگوش بیارین دور هم یه تیلیتی بزنیم. آخرش گل گفتی آقا جان. شب عیدی خوبیت نداشت نیمرو بخوردمان بدی. نیمرو و آبگوشت بگذارین کنار. تو رو به جدتون یه کاری کنی یه بار ما از این مسابقه جایزه ببریم. تو رو خدا خیالت جمع باشه اسی خان. با توجه به تجارب قبلی و از اونجایی که ایام نوروزه میخوایم این بار حتما یه جایزه ببرید. به همین خاطر این دفعه مدل مسابقه رو یه مقدار ساده تر کردیم تا در لول توانمندی های شما باشه. خدا از دهنتون بشنوه آقا ساله جان، فقط تو رو خدا مراعات آیکیو این خسروی ما رو بکن. سوالات ساده بپرس که شاید بتونه جواب بده. یه بار تو عمرمون جایزه برنده شیم، دلمون خوش پسر داریم. حتما باید منو قربانی میکردی وسط. خیالتون راحت باشه آقا صفدر، این بار مسابقه طوریه که اصلا جواب اشتباهی وجود نداره. در واقع مسابقه حاضر جوابیه، یعنی ما یه موقعیتی به شما میدیم و شما هر کدوم خلاقانه ترین و بانمک ترین جواب ممکن رو برای این شرایط بگید و به میزانی که جواب شما خنده‌دار باشه دستگاه خنده سنج واکنش نشون میده. هر وقت که نشون دهنده خنده به 100 رسید جایزه رو بهتون میدیم. آماده اید؟ بله. خب من برای همتون آرزوی موفقیت میکنم و میریم برای سوال اول. سوال از خسرو: دندون درد میگیره، میخوای قرار دندون پزشکی بگیری، چی کار میکنی؟ دندانم راستش هر موقع دندانم درد میگیره زنگ میزنن 4 تا کلینیک، قیمتا رو میپرسم خودش خوب میشه. دندانم خیلی درکش بالاست، بهش افتخار بکنم. اسی حالا نوبت شماست. دندونت خالی شده و از درد داری به خودت میپیچی. میری دندون پزشکی، میبینی قیمتش خیلی بالاست، دیگه هم نمیتونی برگردی. برای پر کردن دندونت به دکتر چی میگی؟ میگم آقا دکتر بی زحمت شما این مالاتشو بریزین تو کیسه، من خودم میبرم تو خونه پرش میکنم. خب آقا صفدر، نظر شما در مورد دندون پزشکی چیه؟ ساله خان، من تنها موفقیت اقتصادی که تو زندگیم داشتم اینه که دندونام ریخته، پول دندون پزشکی نمیدم. مورد خاص دیگه یادم نمیاد. خب دوستان، گیج خنده هنوز خیلی بالا نیومده. اگر میخواین که به جایزه برسید بهتره که بیشتر تلاش بکنید. اما میریم سراغ سوال بعدی از اسی. توی دانشگاه استادتون داره فواید خوردن ماهی رو توضیح میده و میگه برای جذب ویتامین دی باید هفته‌ای 2 بار ماهی بخورید. واکنش تو چیه؟ هفته‌ای 2 بار ماهی بخوریم؟ والا با این قیمتای ماهی الان کوسه هم نمیتونه هفته‌ای 2 بار ماهی بخورن، همش غذای نونی میخورن. خب خسرو، استاد از ماهی خوردن کوتاه نمیاد و میگه آخه ماهی هوش انسان رو زیاد میکنه. جوابت چیه بهش؟ کی گفته ماهی هوش انسان زیاد میکنه؟ ای که خودش اونقدر اسکله یک کرم وصل و قلاب میبینه متوجه مشکوک بودن قضیه نمیشه تا حلقش گاز میزنه. ای میخواد هوش من زیاد بکنه بره قیمت خودش بکشه پایین. باشه آقا صفدر، نظر شما چیه؟ برخلاف نظر خسرو من میگم این که خوردن ماهی باعث تقویت حافظه میشه واقعا درسته، چون انقدر موقع خوردنش حواست از تیغ نره تو گلوت که مغز تقویت میشه. خب باشه. سوال بعدی از خسرو درباره عید. رفتی خونه فامیلاتون عید دیدنی، 3 ساعت نشستی عیدی بهت ندادن، دیگه وقت تموم و قراره برین، چی کار میکنی که به عیدی برسی؟ اگه عیدی ندن بستن بند کفشم اونقدر طولش میدم تا یادشون بیفته باید عیدی بدن. مگه الکیه؟ پارسال 4 روز داشتم خونه داداش آقا جونینا بند کفشی بستم، آخرش خودشون واسم بستن انداختن بیرون. داداش جنبز خودشه، خیلی بیرو در واسی با ما.
خب باشه اسی، تو چطور؟ تو برای عیدی گرفتن چه تلاشی میکنی؟ آقا صالح ما از این شانسا نداریم. دیروز رفته بودم عیدی خونه داییم، همون اول جلوی در بهش گفتم عیدی ما یادت نره. گفت ما خودتم یادم نمیاد. انتظار داری عیدی تو یادم میاد؟ برو خونه تو آقا بسر. خب نوبتی هم باشه نوبت شماست آقا صفدر. مثلا رفتین خونه فامیلاتون، دیدید که به این بچه‌ها عیدی ندادن، یه حرف تاثیرگذار بگید که دست تو جیبشون بکنن. میرم رو میز عسلیشون میگم دستایی که عیدی میدهند از دهانهایی که تبریک عید میگویند مقدسترن. بعد کلاهمو میدم خسرو جلوی مهمونا دور بگردونه. خب خیلی خوبه. گیج خنده‌سنج یه مسیری رو اومده، ولی هنوز مسیر زیادی هم در پیش داره تا به 100 برسه. میریم سوال بعدی. سوال از اسی. فکر کن رفتی خارج، بعد میری توی یک رستوران، اونجا چی سفارش میدی؟ والا رستوران و خارج اصلا با سایز کفش ما نمیخوره تی بلند میسر. ولی رفیقم رفته بود خارج، تعریف میکنه که توی خارج رفته بوده یه رستورانی با کلاس. گارسون اومد سفارش بگیره، بهش گفت 2 تا سیاب شیردون لطفاً. گارسون گفت داداش ایرانی هستی؟ رفیقم گفت چون سیاب شیردون سفارش دادم؟ گارسون گفت نه، چون داری فارسی صحبت میکنی. خوب بود، این خیلی خوب بود. گیج بازم بالاتر رفت. حالا سوال از خسرو. خیلی خسته ای، رفتی توی اتوبوس، یه صندلی خالی گیر آوردی و نشستی. یکی میاد میخواد بلندت کنه که جات بشینه، چی بهش میگی؟ اتفاقا همین دیروز برام پیش اومد آقا صالح. نشسته بودم تو اتوبوس، یه آقای آمد گفت میذاری من جات بشینم؟ گفتم نه والا، نه سالمندی نه مریضی، چرا بذارم مثلا؟ گفت احمق من راننده اتوبوسم، گم شو از سر جام. خب بله، اینم حادثه جالبی بود که باعث شد چند درجه دیگه گیج خنده‌سنج بالا بره، اما هنوز به عدد 100 نرسیده. حالا سوال از آقا صفدر. اتوبوس مقامات بالای نظام که برای سفر استانی رفته بودن چپ میکنه، واکنش شما و داداشتون که جزو اولین نفراتی هستید که توی صحنه حاضر میشید چیه؟ صالح خان یه بار یه اتوبوس که مسافرینش همه از مسئولین رده بالا بودن چپ کرد. وقتی پلیس رسید دید خانداداشم بیل تو دستش همشون خاک کرده. پلیس ازش پرسید که مطمئنی همشون مرده بودن یا نه؟ داداشم گفت والا بعضیاشون میگفتن که زنده هستن، ولی کی حرف مسئولین رو باور میکنه؟ خب باشه، سوال بعدی از خسرو. داری با دوستات بگو بخند میکنی، یکیشون حرف از مهاجرت میزنه و میگه بیا با هم بریم خارج، تو چی میگی؟ بهش میگم رفیق من حساب کردم اینجوری که پیش میره 1700 سال دیگه میتونم مهاجرت کنم برم خارج، البته به عنوان نفت. خب اسی، راجع به مهاجرت تو چه جوابی میدی؟ مهاجرت؟ من بچه ما اونقدر از مهاجرت کردم فاصله دارم که الان داشتم بهش فکر میکردم، دیدم حتی چمدونم ندارم. یعنی اگه همین الان اوکی هم بکنید که برم، باید وسایلمو بریزم توی کیسه زباله. خب شما چی آقا جون؟ بحث مهاجرته، شما چه چیزی جواب میدید؟ میدونی من به مهاجرت خیلی فکر میکنم. مهاجرت از ایران با آخوند به ایران بی آخوند. احسنت، براو، عالی بود این جواب، عالی بود. آقا جون تونست گیج هوشمند ما رو به 100 برسونه و به این ترتیب شما برنده جایزه بزرگ امروز ما میشید. هورا! هیپ هیپ! هورا! هیپ هیپ! هورا! هیپ هیپ! هورا دیگه، خفمون کردی. حالا بذار ببینیم جایزه چی میده بهمون، بعد بیب بیب بکن، انگار بوق اتوبوسه. خوب صالح خان این جایزه ما چیه؟ بله شما برنده جایزه بزرگ ما هستید، اما اجازه بدید، ببخشید یه لحظه اجازه بدید. ظاهرا چی؟ قیمت دلار بازم رفته بالا؟ آها، یعنی میشه فقط 2 تا؟ بله اوکی. خب آقا صفدر، باید به اطلاعاتون برسونم که ما از اول این عید یک مبلغی رو، یعنی یه چند تومانی رو برای جایزه این مسابقه کنار گذاشته بودیم، ولی الان به من اطلاع میدن که در همین فاصله قیمت دلار بازم بالا رفته و با اون مبلغ الان دیگه فقط میشه 2 تا شونه تخم مرغ گرفت که میگم بیارن دم خونتون. 2 تا شونه تخم مرغ؟
این پسره فقط به اندازه 2 تا چلو کباب بیب کرد. سال خان، ما تو یخچالمون تخم مرغ داشتیم. خوبیت نداره تخم مرغ‌های شام شما بگیریم. خجالتمون ندین تو رو خدا. نگران ما نباشین، یه نون ماستی هست ما دوره هم میذاریم. فقط پیشنهاد میکنم که سریعتر جایزه رو قبول کنید، چون دلار قیمتش داره همینجوری میکشه بالا. میترسم از اون 2 تا شونه تخم مرغ آخرش فقط شونش نصیبتون بشه. به خشکی شانس، ما از برنده شدن هم شانس بردیم. یعنی شک ندارم اسم من اگه مرادم بود الان زندگی بر وفق منوچهر میگذشت. گل گفتی آقا جان. خودم میدونم. خب بینندگان عزیز، تا یه مسابقه دیگه، خدا نگهدار شما.